سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با یه ویدیوی آموزش برای اونایی که خیلی دوست دارن یه بار روبیک رو حل کنن، بتونن یک بار هم که شده مکعب روبیکشون رو حل کنن. به خاطر همین من الان یه روبیک خراب دارم، مکعبی که خراب شده کاملا و ما باید این برنامه این برنامه به نام روبیکس کیوب رو دانلود کنیم و وارد برنامه میشیم. این قسمت رو که بزنید چیز خاصی نداره. یه روبیک که مثلا شما میزنید 3 تایمر داره، میتونید اینو خرابش کنید یا این گزینه رو بزنید خرابش کنه براتون و بتونید بسازیدش. حالا ما با این قسمت کاری نداریم. اینجا تایمر رو ما داریم، این قسمت تایمرش هست که میتونیم بزنیم و خب ما با این قسمت ها کار نداریم. ما با این قسمت سرکله میزنیم، این که میزنیم روش. مکعبتون بستگی داره که 3x3 باشه، این من یا 2x2 که برای من 3x3 رو میزنم. مکعبتون رو میارید اولین صفحه‌ای که روتونه توی مکعب خودتون اون رو وارد میکنید. از اینجا این قسمت میتونید رنگاتون رو عوض کنید، رنگ مکعبتون رو میتونید عوض کنید و بریم که داشته باشیم. سفید برا من اینجا با کلیک کردن روی هر خونه بهتون یه دونه میده، رنگش میکنه. یه دونه اینجا قرمز، اینجا نارنجی ها، اینجا این آبی، اینجا هم زرد. بعد این پایین این گزینه رو میزنید next face، این گزینه next face رو میزنید، مکعبتون هم باهاش میچرخونید و دوباره رنگا رو وارد میکنید. زرد، سبز، این دوتا نارنجی، قرمز، آبی و بالا هم دوتا سفید. دوباره next face رو میزنید، واردش میکنید. این سفید، اینجا آبی، نخورد آبی، اینجا آبی، اینجا زرد، اینجا هم دوباره آبی، حواسم نبوده، اینجا اینجوری نارنجی، اینجا هم قرمز. خب دوباره next face. یک لحظه شما صبر کنید. سلام، این همون روبیکیه که من خرابش کردم. یه لحظه ببینم صفحه قبلیم اینجوری بوده، next face اینجوری میشه. خب حالا این صفحه قرمز سبز، سفید، نارنجی و آبی، اینجا هم نارنجی بود. next face زرد آبی، سبز، قرمز و سفید. دوباره next face میاد بالا، دوتا اینو داریم، یه دونه اینو داریم اینجا،
اینجا و اینجا سبز، آبی، این و این دوتا. حالا وقتی که اینا رو زدیم ما اینجا این قسمت یه لامپه رو میزنیم رو این لامپه چه سولور. اینجا وقتی که میاد یه روبیک رو برمی میاره که وقتی کلیک کنیم باید پیدا کنیم کدوم صفحه روبروی ماه. برای من الان این صفحه هست، وسط آبی، زردیم و اینجوری. این گزینه رو که بزنیم یه دونه ما حرکت رو نشون میده و این یکی گزینه رو که بزنیم برمیگردونش به عقب. من این رو میزنم، میگه که آر باید یه دونه بچرخون، یو باید یه دونه بچرخون، آر دوباره یه دونه برعکس، بی باید بچرخونیم، بی رو بچرخونیم، آر، اف، یو، آر. اینجا رو داشته باشین. اگه متوجه نشدید میتونید از این کلمه استفاده کنید که نوشته یودو، یعنی اینکه ما یو رو 2 دور باید بچرخونیم. من یه دقیقه حرکت قبلی آر رو که رفتیم این شکلی و یو رو 2 بار 1 2 میچرخونیم. اف، دی، اف 2 دوباره 2 بار اف رو میچرخونیم. دوباره وای اشتباه شد. تا ما این دوتا رو برمیگردیم عقب. از کدوم قسمت این شکلی روبیک؟ بله میزنیم F1 2 R2 1 2 L2 1 2 R2 1 2 U F2 1 2. خب سبز ما کامل شد و یو. میبینید که مکعب ما کامل شدش الان. قرمز، سفید، نارنجی، زرد و سبز کامل شد. وقتی که این رو زدیم این قسمت این قسمت رو میزنیم، این رو میزنیم، یس رو میزنیم و دوباره میاد از اول که میکنه نداریم. حالا امیدوارم از دیدن ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی، بای بای.